و کمک کرد به من که فرار کنم، انرژیم بالا باشه. پس همون سوالی که اول پرسیدم فرق بین ترس و اضطراب چیه؟ ترس رو با هم دیگه مرور کردیم. ترس عینی بود، قشنگ داشتم میدیدمش، میدانستم از چه دارم میترسم. یه ماری اینجا بود، برام به خطر افتاده بود، واقعی بود و بیرونی بود. برای یکی توضیح بدم بگم همچین چیزی بوده دیدم فرار کردم، بهم کاملا طبیعی، حق داشتی، خدا رو شکر که تونستی فرار کنی، جان سالم به در ببری. و فرقش با اضطراب حالا چیه؟ اضطراب چه اتفاقی تو بدن من میفته؟ بازم اضطراب میاد میگه که بقای تو در خطر، یه مشکلی به وجود اومده، یه جمله‌ای، یه کلمه‌ای، یه تصویری میاد تو ذهن من، همین سمپاتیک رو فعال میکنه و مشکل اینه که مغز من فرق بین خطر واقعی و غیر واقعی رو نمیفهمه. فکر میکنه که واقعا یه اتفاق بدی افتاده و باید